جاده موفقیت به اعتقاد و تعبیر من هیچ وقت سرراست نیست. جاده موفقیت یه پیچی داره به نام شکست، یه دور برگردونی داره به نام سردرگمی، سرعتگیری داره به نام دوستان، چراغ قرمزی داره به نام دشمنان، تابلو چراغ راهنمایی داره به نام خانواده، تابلو هدایتی داره به نام راهنمایی الهی، نشان الهی. توی این جاده یه ماشینی هست به نام اراده، راننده ای داره به نام عقلانیت، فرمونی داره به نام بصیرت، موتوری داره به نام جسارت، چرخهایی داره به نام تلاش، دو تا آینه کوچیک اینقدی رو به عقب داره به نام عبرت نه حسرت، عبرت، صندوق عقبی داره به نام تجربه. این ماشین یه باکی داره که تو باک این ماشین یه سوختی هست به نام امید، یه مکمل سوختی هست به نام توکل. این ماشین یه کمک فنری داره به نام انعطاف، مدارا، گذشت. میخوام اینو عرض کنم. ما در